بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و خاندان مبارک. و اولا این استاد عزیز به فرارزی توی نبیرگان شد تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی این توی برای هر یک ما و شما اله مبارک بگرداند. و طفیل این کودک در این سحری پرفیض پربرکات دیدار یکدیگر دیدن و همدیگر صحبت شدن. الله سبحانه و تعالی مناسب دید. بسیار شکرگزار باشیم. الحمدلله رب العالمین. همین کودکان را الله سبحانه و تعالی عمر دراز، رزق فراخ، تنیسیت، خاطر جمع در آینده. یکی از عالمان و قاریان با عمل مثل باباهاشی که عائله علمدار گذشتگی هستند، پی انشاءالله خدا خواهد این باباهاشون گیرن و در آینده انشاءالله یا که از متخصصای خوب شده نزد انشاءالله خدا خواهد، یعنی خاندان، نزد وطنی عزیز، نزد الله مهربان حق سبحانه و تعالی خدمت کردنشون الله سبحانه و تعالی اله مناسب بگرداند. الله سبحانه و تعالی فرصت داد در این صحت خاطر جمع. الحمدلله در این انشاءالله روزهای خوب، در این انشاءالله وطنی تینج آسایشته، الحمدلله که هر روز یعنی این صحبت علماها برپا شده سال است. این محفل های خوب در کجایی که قال الله و قال رسول الله باشه، سخن ائمه های دین باشه، در اونجا عزیزان من رحمت پروردگار و رحمت آفریدگار است و رحمت اولاد و اجدادان ما و شما انشاءالله نازل می شود. حتی الله سبحانه و تعالی کجایی که قال الله قال رسول الله باشد، نظری رحمت شکتی الله سبحانه و تعالی ما و شما را انشاءالله خدا خواهد نگاه میکرد است. و یک انشاءالله با شاگرد یک جای انشاءالله نیم ساعت انشاءالله هم صحبت میکنیم. امروز صحبت ما درباره انشاءالله خدا خواهد ذکر میشود، ذکر الله سبحانه و تعالی. عزیزان من، چون که بهترین کلام در دنیا، خوبترین افضلترین کلام کلمه چی است؟ انشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله است. اگر از این کلمه بزرگتر در دنیا می بود، الله سبحانه و تعالی از آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم همین کلمه را به ویها فرمان نمیداد، امر نمی کرد. عزیزان من بینید، حضرت آدم علیه السلام چی می گفت؟ لا اله الا الله آدمی صفی الله. حضرت نوح می گفت لا اله الا الله نوح نبی الله. حضرت انشاءالله موسی می گفت لا اله الا الله موسی کلیم الله. حضرت عیسی می گفتند لا اله الا الله عیسی روح الله. و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم محبوب دلها می گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزان من، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم به واسطه همین کلمه تمام اهل عرب، بلکه تمام عجم، تمام روی دنیا را به همین کلمه انشاءالله آگاه ساخت و به همین کلمه انشاءالله دعوت کرد. هر به ایمانی که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم می آمد، اول همین کلمه عرضه میکردن که قل لا اله الا الله محمد رسول الله. کسی که این کلمه را قبول میکرد، الحمدلله اون انسان خدا خواهد نجات میافت. اون انسان انشاءالله برادری ما و شما میشد. در اسلام عزیزان من ملت نیست.
یک ملت داریم ابراهیم خلیل، اینم باشد از همون حضرت ابراهیم خلیل که دوستی الله از خلیل اللهش میگن. از وی انشاءالله چی 10 یعنی سنت موندگی است. همین 10 سنت حضرت ابراهیم هم پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم هم انشاءالله تا قیامت این سنت انشاءالله خدا دوام میتین. 5 این در بالای ناف و 5 وی زیری ناف است عزیزان من انشاءالله. همین ملت میگن. من در اسلام یگان کس شما را پرسند که تو بنده کی میشوی، باید ما جواب دهیم که بنده الله. امتی که میشوی امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. ملت به کی داری؟ ملت به ابراهیم خلیل عزیزان من. مذهب به کی داری؟ مذهب به امام اعظم رحمت الله علیه. دوستداری کی هستی؟ دوستداری چهاریار ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. باید که انشاءالله خدا خواهد جواب باشد عزیزان من. الله سبحانه و تعالی در چندین جای قرآن کریم در سوره احزاب آیت 21 و 22 پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم و خود تمام امتای محمدی صلی الله علیه و سلم دعوت به ذکر میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای آنانی که ایمان آوردین ذکر کنین الله، ذکر کردنی بسیار و روزانه هم شبانه هم عزیزان من باید که مؤمن در ذکر باشد انشاءالله. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم میگن افضل الذکر لا اله الا الله، یعنی افضل ترین ذکرها بهترین سخنها این چی است؟ گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من و شما رسول الله میگن من آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. عزیزان من کسی را که آخرین کلامش لا اله الا الله می شود و جان به حق تسلیم میکند، همون انسان انشاءالله خدا خواهد است با ایمان رفتگی حساب می شود. پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی که یگان تی از شما در وقت جان سپاری می شود باید که در تاری سیر و یک کس نشسته کلمه لا اله الا الله تلقین کند. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه نمیگد در وقت تلقین کردن کلمه آهسته آهسته، یعنی با سیاست و یعنی بداد و نه آهسته آهسته میگد در گوشش همین کلمه مبارکه انشاءالله خدا خواهد تلقین کند. سبب گفت پیغمبر علیه السلام کسی که این کلمه را تکرار میکند گفت تمام گناهاش پاره پارش نمیرود. عزیزانی ما بینید امروز خدا خواهد ما و شما یگان عمک مو یا پدر مو یا مادر مو و در حالتی یعنی جان سپاری می شود همه به حال خودش حواله است میشنن در یک گوشه غیبت یگان کس حتی اینکه انشاءالله همین ذکرم نمیکنن. باید دستی راست طرف قبله کنیم میتی که خدا خواهد جان می سپارد و در گوشش انشاءالله خدا خواهد دایم این کلمه را تکرار کنیم که انشاءالله اون برادر ذکر کند و الله سبحانه و تعالی همون برادر را به ایمان از دنیا برد. اصحاب کرام سوال کردند که ای رسول خدا، ای خبرچی خدا، آیا همین آدمای زنده هم گوند می شود؟ پیغمبر گفتند آره. گفتند کسانی که حیات هستند همین کلمه لا اله الا الله گفتند دائم ذکر کنند گناه های این انسان ها را انشاءالله خدا خواهد پرچه پرچشته نیست و نابود شده میراتند. عزیزانی من این یک آسان تر است، در زبان یک کلمه است که نه دشواری دارد، نه یک کلمه است که خدا خواهد حرفاش ای بیخی گلون و حرفاش از یگان مخرجای سخت براید. یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزان من الله سبحانه و تعالی در کلام خودش سوره خدا خواهد انشاءالله الرحمن آیت 60 چی میگد؟ یعنی هر یک خوبی چیش جزاش خوبی است. عزیزان من
ببینید هر یک خوبیه که میگد انسان میکند میگد جزاش انشاءالله مکافاتش چی هست؟ خوبی است انشاءالله. ببینید الله سبحانه و تعالی از زمین وقتی که ما ذکر میکنیم و یاد الله خدا خواهد شب و روز میکنیم این چی هست انشاءالله خدا خواهد، یعنی این چی از مکافاتش انشاءالله خدا خواهد جنت است.